حتما براتون پیش اومده که ساعت‌ها درس میخونید ولی آخرش حس میکنید هیچ چی تو ذهنتون نمونده، درسته؟ خب امروز قراره این بازی رو کاملا عوض کنیم. میخوایم با هم ببینیم علم مغز دقیقاً چی میگه و چطور میتونیم هوشمندانه درس بخونیم، نه فقط سخت. این جمله رو ببینید. این واقعا مثل یه زنگ خطره. یه لحظه فکر کنید اگه رایج‌ترین کاری که هممون موقع درس خوندن میکنیم، یعنی روخانی کردن، تقریبا بیفایده باشه، پس ما داریم با ارزش‌ترین چیزمون، یعنی زمان، چی کار میکنیم؟ این دقیقاً همون مشکلیه که میخوایم برای همیشه حلش کنیم. سوال اصلی دقیقاً همینه. اگه روخانی و هایلایت کردن یه جور طلسم، پس راه فرار چیه؟ جوابش توی چند تا تکنیک فوق‌العاده قدرتمنده که بر اساس روش کارکرد واقعی مغز ما طراحی شدن. پس بریم که با هم کشفشون کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ راه حل‌ها، بذارید اول ببینیم اصلاً چرا روش‌های قدیمی ما خیلی وقتا جواب نمیدن. چرا فقط سخت کار کردن کافی نیست؟ یه نگاه به این لیست بندازید. مطالعه طولانی و بیوقفه، هایلایت کردن کل کتاب یا مثلا همزمان درس خوندن و چک کردن گوشی. اینا کارهایی هستن که به ما حس کاذب درس خوندن رو میدن، اما راستش رو بخواید اینا دشمن شماره 1 یادگیری واقعی و عمیق هستن. خب میرسیم به اولین و شاید مهمترین تغییر فکری. دیگه نباید یه تماشاچی منفعل باشید. باید خودتون وارد بازی بشید و یه شرکت کننده فعال باشید. مغز ما برای ساختن دانش طراحی شده، نه فقط برای جذب کردنش. حالا بیایید ببینیم با 2 تا از قوی ترین ابزارها چطور میشه این کار رو انجام داد. خیلی ساده بگم، به جای اینکه اطلاعات رو دوباره توی مغزتون هل بدید، باید سعی کنید اونها رو از مغزتون بیرون بکشید. همین تلاش ذهنی برای به یاد آوردن خود فرایند یادگیریه. پس به جای روخانی از خودتون امتحان بگیرید. این کل ماجراست. هر کدوم از این کارها مغز رو مجبور میکنه که اون مسیرهای عصبی مربوط به اطلاعات رو پیدا کنه و قوی ترشون کنه. این دقیقاً مثل اینه که حافظتون رو بفرستید باشگاه. هر بار که موفق بشید چیزی رو به یاد بیارید، اون مسیر عصبی قوی تر میشه و دفعه بعد خیلی سریعتر و راحت تر بهش دسترسی پیدا میکنید. این تکنیک دیگه آخرشه. آزمون نهایی برای اینکه بفهمید یه چیزی رو واقعاً یاد گرفتید یا نه. از خودتون بپرسید میتونم این مطلب رو برای یه بچه 10 ساله جوری توضیح بدم که کامل بفهمه؟ اگه جواب نه یا باشه، یعنی هنوز جای کار داره و خودتون هم کامل درکش نکردید. این 4 مرحله یه چرخه فوق‌العاده است. شما یه مطلبی رو میخونید، بعد سعی میکنید خیلی ساده توضیحش بدید و دقیقاً همون جایی که گیر میکنید، همون جایی که به تپق میافتید، اون نقطه ضعف شماست. حالا برمیگردید اون قسمت رو بهتر میخونید و دوباره سعی میکنید توضیحتون رو ساده تر کنید. این روش شما رو مجبور میکنه با چیزایی که بلد نیستید روبرو بشید. خب یادگیری عمیق یه طرف قضیه بود. طرف دیگه اینه که چطور این اطلاعات رو توی حافظه دائمی خودمون هک کنیم تا دقیقاً شب امتحان یادمون نره. کلید این کار هک کردن سیستم فراموشی طبیعی مغزه. ببینید مغز ما یه چیزی داره به اسم منحنی فراموشی، یعنی خیلی طبیعی با گذشت زمان اطلاعات رو فراموش میکنه. تکرار فاصله دار روش هوشمندانه برای مبارزه با این اتفاقه. به جای اینکه یه مطلب رو 10 بار پشت سر هم توی یه روز بخونید، شما دقیقاً زمانی مرورش میکنید که نزدیک از یادتون بره. این برنامه زمانبندی رو نگاه کنید. هر مرور مثل یه سیگنال قوی به مغز شماست. درست وقتی مغزتون داره آماده میشه که اون خاطره رو کم رنگ کنه، شما با یه مرور کوتاه بهش میگید هی این اطلاعات مهمه، نگهش دار. این کار به تدریج اطلاعات رو از حافظه کوتاه مدت به حافظه دائمی مطمئن منتقل میکنه. خب تا اینجا فهمیدیم چطوری بخونیم، اما بهترین تکنیک‌ها هم توی یه محیط شلوغ یا با یه زمانبندی غلط شکست میخورن. پس حالا وقتشه ببینیم کی و کجا درس بخونیم تا بهترین نتیجه رو بگیریم. مغز ما برای 2 سرعت طراحی شده، نه برای ماراتون. تکنیک پومودورو دقیقاً از همین اصل استفاده میکنه. 25 دقیقه تمرکز کامل و مطلق، بعدش یه استراحت کوتاه 5 دقیقه‌ای برای شارژ شدن. فکر نکنید این استراحت‌ها وقت تلف کردنه. این وقفه‌های کوتاه برای تثبیت اطلاعات و جلوگیری از خستگی ذهنی کاملاً ضروری هستند. مغز ما عاشق عادته، پس از این ویژگی به نفع خودتون استفاده کنید. وقتی همیشه توی یه جای مشخص و مرتب درس بخونید، مغزتون شرطی میشه. یعنی به مرور زمان یاد میگیره که به محض نشستن توی اون فضا به طور خودکار بره روی حالت تمرکز. اون مکان تبدیل میشه به دکمه شروع برای موتور یادگیری شما. و در نهایت همه این تکنیک ها به یه فلسفه بزرگتر میرسن.
هنر یادگیری هوشمند، یعنی یاد بگیریم که با مغزمون کار کنیم، نه علیه اون. من این استعاره رو خیلی دوست دارم چون همه چیز رو خلاصه میکنه. یادگیری یه فرایند تدریجی و طبیعیه، نه یه مسابقه سرعت. به جای اینکه سعی کنیم اطلاعات رو به زور توی مغزمون جا بدیم، باید اونها رو بکاریم، با مرور بهشون آب بدیم و صبر کنیم تا رشد کنن. ببینید، لازم نیست از فردا یه انقلاب بزرگ راه بندازید. فقط یکی از این تکنیک‌ها رو انتخاب کنید و امتحانش کنید. شاید تکنیک پومودورو یا بازیابی فعال با چند تا فلش کارت. همین که قدم اول رو بردارید مهمترین کاره. یادتون نره هدف اینه که هوشمندانه‌تر کار کنید، نه فقط سخت‌تر.